دوستان عزیز سلام مجدد، خوش آمدین به ویدیوی بعدی. مثل که در ویدیوی قبلی تشریح کردیم در مورد نوت ها، 12 نوت و نام‌های شرقی و غربیش. حالا بعض وقت احترام میشه که دوستای یک راگ یمن یا یک چیز رو میبردارن، یک چیز میگن یا بمی یک چیز برای ما جور کنیم یا بگیریم بخوانیم یا فقط آن موقع. من توصیه میکنم که عمیق‌تر بریم بفهمیم که از کجا شروع میشه، چی است، چطور باعث میشه، در کجا چی کارا با چی نتیجه میگیریم در کل. حالا خدمت شما کوشش میکنم که برسانم که کانسپت همین موسیقی هندی چی است، موسیقی هندی چطور از چی رقم کار گرفته شده از و چی میشه. در کل اگر ببینیم که موسیقی هند یا Indian Classical Music، اولین چیزی که در استفاده شده او از سر یا برش میگن سوارا. سر یا سوارا یا سوار یک چیزی است که بسیار نچرال، پاک و به اصطلاح یک چیزی است که سر است دیگه. شما شاید بفهمید سر و بی سر و بی مزه، اون سر در ذات خود یک خلقیت است که خداوند آفریده در تمام این کائنات. در هر چیز یک بالانس است، یک سر است، یک لای است. حالا در موسیقی اولین چیز از سر استفاده شده و این سر کامبینیشنش در چی بود؟ مثل که در ویدیوی قبلی بر شما گفتیم که ما اگر داریم سا، ری، گا، ما، با، دا، نی و سا و 5 نوت هاف نوت داریم که ری، گا، ما، دا و نیز. 5 و 7 در کل 12 نوت. یا 12 سر یا 12 سر. از این 12 سر گرفته شده، از سر این 12 سر چینده شده. از این 12 سر بعد اختراع به این رسیده که تات به وجود بیه یا تات ها بگویم برش. حالا از این نوت ها استفاده که کردن تات ها به وجود آمد. تات ها از هر سر که مثال استفاده کردن، اگر بیروی گرفتن، ری کومل، گا کومل، ده کومل و نی کومل داره. 3 سر از پایین، 4 سر از بالا گرفته شده. مثال تات بیروی شد یا میگیم بلاول بیروی، مثال تات بیرو، مثال یا چاروکشی، بوپالی یا شورنجنی یا بیراگی یا کلاوتی. مثال این تات است که در فکر من تات زیاد است. همین مروجش در کل مثال اگر بچینیم 10 تا را گرفته باشن، یا مثل یمن یا مثل میگ یک تات است در ذات خود، راگ هم از اینا کلش، یا درباری یا مثال کروانی یا مثال پوروی یا ماروا. حالا اینمی در ذات خود اگر ببینیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 تات شد که
وقتی که از سر گرفتن، سرها و نوت بود که در ویدیوی قبلی گفتیم. بعد از او تات جور شد. تات ها که مثال بلاول، بیروی، بیرو، چاروکشی، امثالش تا این 13-14 تاته که در فکر ما از ما کم کم کار کردیم. اینا به اساس یک دیگر بیلد شدن یا به وجود آمدن یا شناسایی شدن، کتگوریزاید شدن و از این راگا بعد از او گرفته شده استایلشان که مثال اگر بگویم 3 کتگوری باشه، 1 2 3. در 3 کتگوری اگر مثال از او سرو گرفته شد، از او اینی تا شد، از یا که راگ چی رقم جور شد و بعد کدام کتگوری ها راگ معرفی شد. راگایی است که 5 سر میخوره که با اصطلاح بگویمش اوردف راگ میشه یا اوردف راگی است که با اصطلاح 6 سر میخوره، شاردف راگ گفته میشه یا شاردف. راگی که 7 سر تا 12 سر یا اون نوتایی که گفتیم کلش کار میشه دو، او به اصطلاح سنپورن. هنال 1 2 3 کتگوری داریم که عارف، شارف و سمپورن میشه. از وان ساخته شد تو شد، از یا تو شد. در کتگوری از یا مثال اگر بگوییم که کدام راگ عارف راگ باشه، میتونه که بیراگی باشه یا امثالش که دیگهش که 5 نوت کار شده. یا سمپورن چطور میتونه که بیروی سمپورن از ذات خود 12 نوت دش کار گرفته میشه. یا شارف راگایی است که در 6 نوت ساخته میشه و یا بعض راگایی است که در 5 نوت آوروش است، آوروش در 7 نوت است، بیشتر است. سو ای فیکس نیست، اما برشون 3 کتگوری در کل ساخته شده که باز از اینا به وجود می آید. به اصطلاح بگویم مثال آهنگ ها به اصطلاح غزل ها به وجود آمده، کلاسیکل، هزار چیز دیگه، مثال قوالی یا محلی یا امثالش دیگه کلاسیکل چیزا و ترانه و زیاد همه چیز. مثال این موقع در فکر من میره میخوام برای شما شیر کنم که از او چی میشه، از او چی میشه، رفته رفته دیگه چی میشه و بالاخره از اونا چه قسم متریال یا چه قسم یک چیز به وجود میاد. و زیادتر در این وقتا ما متوجه هستیم میبینیم که در کل وقتی که کار گرفته میشه از اینا، نتیجه شد در آخر ما میبینیم 100% و خود ما متوجه میشیم. اما زیاد وقت متوجه از این هستیم که بدون از این که در این راه ها که ما بریم بفهمیم، یک دفعه یک چیز نمیگیریم و در اون میخوانیم و اگر کمبینیشن هایش بفهمیم که از کجاست، مثال بیشترتر و خوبتر شاید بتونیم بفهمیم. ما ببخشید که اگر وقت معلومات بیشتر ندارم، موسیقی یک بحر است، هیچ کس چیز رو نمیفهمه. من مکمتومه که نمیفهمم یا میفهمم و میخواهم در خدمت جوانای عزیز، دوستای عزیز، کسایی که خواستن لطف کردن تا وقتی که میتونم کم معلومات بدم. خب حالا اینا در یک جدول است در سیستم یا نظام موسیقی که بسیار زیاد معلق هست. من همونطور بریفلی کم اگر کشیدم که بتونم نظر و سواد خودم برای شما میره تشریح کنم که فهمیده شود. و باز اگر بگوییم که در سر چیز، مثال در سر الانکار داریم که تنها در سر مربوط است که بگوییم الانکار یا مرکی یا گمک یا یک چیز میگن به نام کند یا
chromatic notes. So chromatic notes که است یا کند که است یا گمکا که است، مرکی که است، الانکار که است، اینا تنها در سر است. حالا فکر کنیم که در تات چی می باشه؟ که اگه به یک مثال کوتاه بتیم در این تات ها که از دیا می باشه، مثال راگ ها می باشه. میتونید در تال ها را که کار میکنید تال ها می باشه، سرگم ها می باشه و بسیار ترانه و کلاسیکل و تمری و بسیار چیزای دیگه. باز از او وقتی که پایین میشه در اینا چی میتونه باشه و باز از اونا میرن جور میشن آهنگ، غزل، کلاسیک، قوالی، محلی، مثال هر رقم کار را که ما شما شنیدیم. و از زمان که یاد میاد تا به حال موسیقی در یک حال هیچ وقت نیست، همیش رشد میکنه. از او خاطر همیش مکسچر داره، مکس شده رئیس و خوشا بالو کسی که مثال یک بو و هوای خوب و یک احساس و یک مزداری در الفاظ شعر کمپوز ادایگی خود برای شنونده و یا بیننده ارائه میکنه و اونم خوش میکنه. اونو برد یک انسان است و او کلش در دو چیز است. یکی که انسان در اینا را بفهمه، کار کنه، هر کدام از خود بسیار ماهای کار داره. بعد از او میرسه به یک جایی که باز گلون کار میکنه و دست ها پرده نوازی یا بکنیم پنجه نرمی میکنه دیگه. خدا کنه این ویدیو بر شما مفید بوده باشه. کار کنین، زحمت بکشیم. انشالله نظریات خودم اگر دارین در ویدیو با ما در کامنت شیر کنین و کدام کوتاهی و کمی و کاستی که در الفاظ شده باشه ببخشین. هیچ کس استاد بازی نیست، فقط یک اخلاص است، محبت است، چیزی را که میفهمیم یا نمیفهمیم خود educate میکنیم و میخوایم که پس ریفریز کنم و به خدمت دوستای دیگه هم باشم. خیلی چیزایی که من میفهم یا کم میخوایم بفهم و اگر در این کدام چیز اشتباه بوده شما میتونین مرا درست کنین. بخیر باشین تا ویدیوی بعدی. بدرود.